عمر خیام عالم و شاعر مشهور عصرهای 11 و 12 فارس و تاجیک به شمار می رود. نام اصلیش ابوالفتح عمر ابن ابراهیم بوده. خیام تخلصی شاعری اوست. و سال 1048 در نیشاپور که مرکز آن وقته خراسان بود، در عائله کاسب خیمه‌دوست چشم به عالم هستی گشوده است. خیام از خردسالی با آموزش علم شروع نموده، در 17 سالگی تمام علم‌های زمانه‌اش را از خود نموده است. سالهای جوانیش به ضبطکاری‌های سلجوقیان راست می‌آید و از این سبب خیام خراسان را ترک نموده، من بعد چند سال را در سمرقند و بخارا می‌گذراند. ابتدای سالهای 72 عصر 11 پادشاه شمس الملوک خیام را به بخارا دعوت می‌نماید و برای احترامش او را در پهلوی خود می‌نشاند. در سن 26 سالگی با دعوت ملک شاه سلجوقی و وزیر او نظام الملک خیام به اصفهان رفته و تشکیل رصدخانه شروع می‌نماید و من بعد سروری این رصدخانه را به عهده می‌گیرد. سال 1079 گروه عالمان اصفهان با سرداری خیام تقویم جلالی را تشکیل می‌دهند که آن از سالشماری پیشینه یزدگردی عمیق‌تر بود. سال 1092 بعد از کشته شدن نظام الملک و وفات ملک شاه سلجوقی رصدخانه اصفهان بسته می‌شود و خیام به پایتخت نو سلجوقیان معروف می‌آید. سال 1095 به عربستان می‌رود. سال 1097 خیام ترتیب دربار سلطان سنجر می‌شود. او در دربار سنجر دیر باز نمی‌ماند. نظامی عروضی سمرقندی در 4 مقاله خود آورده است که سال 1112 با خیام در بلخ واخورده است. خیام سال 1112 به وطنش نیشاپور برگشته، سال 1131 این عالم فانی را پدرود گفته است. حال آرامگاهش در نیشاپور زیارتگاه کل مردم دنیاست. فهرست آثار علمی خیام را 15 رساله در بر می‌گیرد که از آن 2 تاش به فیزیکا، 4 تاش به متماتیکا، 5 تاش به فلسفه و 4 تای دیگرش به جغرافیا، استرونومیا، تاریخ و موسیقی شناسی بخشیده شده است. خیام در 2 ساحه طبیعت شناسی، استرونومیا یعنی ستاره شناسی و متماتیکا کشفیات دارد که همه‌شان به گنجینه علمی معاصر داخل شده‌اند. در جنبه فلسفه خیام خود را شاگرد و پیرو ابوعلی ابن سینا می‌دانست، چنانچه در خاصنامه نام اثرش را که به تاجیکی انشا نموده است تحت تاثیر فلسفه ابن سینا نوشته است. در قطار آثار تاجیکی خیام رساله نوروزنامه اهمیت تاریخی و فرهنگی دارد. در آن اساساً از تاریخ سالشماری‌ها، جشن نوروز، رسم و آیین مردم ایرانی نژاد سخن می‌رود. این رساله از جهت زبان و اصطلاح نیز بسیار ارزشناک بوده، آن را نمونه برجسته نثر روان و ساده تاجیکی باید نامید. در تاریخ ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک و جهان خیام همچون مؤلف یک سلسله رباعیات اجتماعی و فلسفی مشهور شده است. درباره شماره عمومی رباعیات خیام حالا هم بحث ادامه دارد. موضوع اساسی رباعیات خیام را به جز ضدیت نیک و بد که از موضوعهای عنعنوی نسل کلاسیکی به شمار می رود، تناسب آزادی اراده و تقدیر انسان، روزگار کوتاه آدمی و بحث ابد تشکیل می دهد. خیام نماینده برجسته ادبیات است که آغاز هومانیسم و انسان دوستی به شمار می رود. مهارت بدیعی، محاکمه فیلسوفانه و میل به حقیقت حیات متریالیستانه نزدیک شدن خیام باعث شد که روایت او تاکنون از گرانبهاترین دردانه‌های ادبیات جهانی به شمار می رود. خیام در برابر شاعر و فیلسوف بودنش عالم طبیعت شناس نیز بود و از این رو به جهانبینی متریالیستی میل داشت. سبک و اسلوب بیان خیام سلیس و سبک و آبرزهایش ساده و روان و عامه‌فهم می باشد. خیام در رباعیاتش قریب همه سنت‌های بدیعی از قبیل تقریض و کنایه،
تشخیص و تلميح، تضاد و مقابله، ایهام و تجاهل عارف را به مورد استفاده برده است. بزرگی خیام چون شاعر در آن است که به مفهوم عادی و فهما را به آبرزهای کامل بدیعی تبدیل داده، افکار تازه فلسفیش را در پیراهن کلام بدیع گفته توانسته است. سرآمد رباعیات فلسفی ابن سیناست و خیام دوام دهنده آن می باشد. او رباعیات نوشته است که آنها را شهرت جاویدانه و عالمگیر نصیب گردیده است. گرده است به لوحه قضا داشتمی، بر میل و مراد خویش بنگاشتمی، غمراز جهان یکسره برداشتمی و از شادی سر به چرخ افراشتمی. مستی مکن و فریضه ها را بگذار، وین لقمه که داری ز کسان باز مدار. در خون کس و مال کسی قصد مکن، در عهده آن جهان منم باده بیار. آنان که کهن بودند و آنان که نوند، هر یک پی یک دیگر یکایک بشوند. وین ملک جهان به کس نماند جاوید، رفتند و رویم و باز آیند و روند. گر یک نفست ز زندگانی گذرد، مگذار که جز به شادمانی گذرد. زنهار که سرمایه این عمر جهان، ملک است و بدان سان که گذرانی گذرد. روزی که گذشته است از یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن. بر نامده و گذشته بنیاد مکن، خوش باش کنون عمر برباد مکن. خورشید سپهر بی زوالی عشق است، مرغ چمن خجسته فالی عشق است. عشق آن نبود که همچو بلبل نالی، هرگه که بمیری و ننالی عشق است. افسوس که سرمایه ز دست بیرون شد، و از دست اجل بسی جگرها خون شد. کس نامد از آن جهان که آرد خبری، احوال مسافران بگوید چون شد. هرگز دل من ز علم محروم مشد، کم ماند ز اسرار که معلوم نشد. 72 سال فکر کردم شب و روز، معلومم شد که هیچ معلوم نشد.